کار سخت، زندگی سخت، کاری که هیچ وقت تمام نمی شده. مهم نیست چقدر پیش برو، به مشکلات مالی دارم، اما برای دخترم آوی هر کاری از دستم بر بیاید انجام میدهم تا چیزی کم نداشته باشد. حتی اگر نخوابم راهی برای ادامه دادن پیدا میکنم. زندگی ادامه دارد و همه چیز در حال افزایش است و گاهی اوقات احساس میکنم زندگی من فقط کار است. اما متاسفانه همین است که هست. من به دنبال راهی برای ایجاد تعادل خواهم بود تا آنچه را که واقعا در زندگی ارزشمند است، یعنی دخترم، موری از دست ندهم. حرف هنری شما باور کردنی است، ذاتاً فردی خودجوش هستید، اما در این حال گاهی اوقات وقتی مشکلاتی پیش می آید همه چیز را برای خودتان نگه می دارید. در ابتدا خجالتی هستید، اما وقتی قلبتان احساس می کند که مردم گرم و خوب هستند، قلب و ذهن خود را باز می کنید و خجالت از بین می رود. شما همچنین تقریبا تمام درونی خود را در سکوت حل می کنید. گاهی اوقات وقتی اعتماد می کنید به سرعت اعتماد کردن را متوقف می کنید، زیرا آسیب می بینید اما کینه های نیستید. فقط لبخند می زنید و تنها چیزی که ناخودآگاه شما امیدوار شدت زندگی کنید بدون فکر کردن، چون گاهی اوقات فکر کردن بیش از حد به چیز آسیب میزند، تو زخم میزند. بنابرای روح خودت به طور خودکار تصمیم گیرد که از قلبت مراقبت کنی. تو یک استعداد جادویی بی نهایت داری، پس تا زمانی که بدن و زندگیات تو را نامید نکردند، به دادن هنر و دلیل وجودت به ما ادامه بده، زیرا آزادی قدرت است در همه چیز موفق باشی. اکسو